سلام داداش، این یارو اومده بود اینجا بود. سلام کونی. سلام کسکش. چی میخوای اینجا کونی؟ اومدم که منو باک کنی. باز تو پیدات شد ببرم بکنم. خب چرا میخوای بیا بکن؟ خب بابا گاییدی. نه تو کردم. بس نگو. این عکس کونشه. بده ببینم. خب برو کسکش بمونی تو خماری بهت نشون نمیدم. ده خالی میبندی دیگه. هر جا دوست داری فکر کن. بده اون شیشه رو بده بالا. با یخ زدیم. بده بالا. آها چی شده؟ شیکوندنش. به تقصیر خودت دیگه کسکش. حالا راستشو بگو ببینم. خارشون میگه میخوای منو ببری بکنی کجا؟ کسکش. حالا راستشو بگو، من تو رو بکنم یا تو منو میکنی کسکش؟ ببرم یه جای جنش بکنمت. اینجا کجاست؟ اینم جای دنش. رسیدیم. حال میکنی؟ باحاله ها. کسکش خاکیه. به ماشینو ببین جون. کسشر نگو توشو نگاه کن. باشه بذار ببینیم توش چه خبره. فشنگه. بکنم اینا رو تو کونه. من میرم تو رو ببینم. برو بابا گاییدی. هیو کسی نیست. ده خارشو گاییدم. این همون یاروه. اون میخواد منو بکنه. خار کسته میخواد منو بکنه. آره کسکش میکنی یا بکنمه؟ بچی شد. چرا حرف نمیزنی؟ خب بابا من رفتم. کسکش واسه ببینم. جونده منو کشوندی اینجا بکنی منو کسکش. خیال کردی من خرم نمیفهمم چونی. ولم کن جواب بده ببینم چرا میخواستی منو بکنی ها؟ کسکش خب کونت باحاله. ها بگو ببینم کسکش. راستشو بگو ها. خب کونت باحاله دیگه کسکش. خارتو میگم کسکش. نه بذار راستشو میگم بهت. من قبلا تو رو کردم کسکش وقتی کوچیک بودی. به دروغ میگی کونی. چرا کسشر میگی؟ من تو رو میشناسم. یادت نیست اون روز رو پشت بوم کسکش؟ کونت پار از کسکش. بچه بودی رو پشت بوم کسکش کونت گذاشته. راست میگم. تو بودی؟ کسکش. پرید 5 سال گذشت و من 20 سالم شده، ولی اینجا منو کسی نیست دادم کنه. خیلی ملو زندگیم پیش میره جلو.